بچه ها، امیدوارم صبحتون بخیر باشه. ساعت 9:06 است، 28 دی ماه. دیدم از ویدیو معرفی شهر رشت خوشتون اومد، گفتم همین سبک رو واسه شهرهای دیگه هم اجرا کنیم. داریم میریم لنگرود. امروز شنبه است، بازاره، گفتم فیلم بگیرم، شهرشم براتون دوباره رانندگیشو بگیرم، خیابوناشو معرفی کنم. الانم جاده لایجان به لنگرودیم. اسم این محل دیوشله، یه سد آبی داره، دریاچه مانند دیگه، ما میگیم سد. خیلی قشنگه. حالا ولاگ اونم میگیرم، نگرفتم، خودم تازه دیدم، ولی قشنگه. هوا بیرون 10 درجه است، سرده. حالا گرفته هواشناسی قرار برف بیاد، هوا سرد شده، فعلا تی خبری نیست. با گوشی صحبت میکنه، رانندگی هم میکنه. شما مثل این بی تربیت نباش. نه راهنما میزنه. دیدم غر زدن پشت فرمان خوشتون میاد، گفتم براتون بازم غر بزنم. گفتم یا رانندگی دوست ندارم به خاطر اینکه هیچکی رعایت نمیکنه، من اعصابم به هم میریزه، معمولا پشت فرمان نمیشینم. هر کاری هم کردم نتونستم حالتمو ترک بدم که اعصابم خورد نشه. بعد اینکه دیگران واسه جون دیگران، واسه مال دیگران ارزش قائل نیستن، اعصابم به هم میریزه. خب اینجا میبینین نزدیک کمربندی لنگرود، کل لنگرود رو دور میزنه. یعنی از ورودی شهر لنگرود میره به شلمان. این کمربندی سال 97 اگه اشتباه نکنم افتتاح شد. خیلی کمک کرد به ترافیک لنگرود. یعنی اصلا کسی که میخواد چی کنه اصلا داخل لنگرود نمیاد. این میدون اسمش میدون شهید املاکیه. شهید املاکی از سردارای بزرگ ایلام بود. خدا رحمتشون کنه، مدیونش. پنجاه و 6 میم پلاک لنگروده. 56 جی مال لایجان، 56 میم مال لنگروده، 56 سات هم مال رودسره. هفته 76 قاف هم مال رودسره، ولی من فکر کنم فقط 56 میم دیدم مال لنگروده فعلا. مردم لنگرود واقعا مهمون نوازن. من 4 سال دانشجو اینجا بودم، یعنی واقعا حس میکنی خیلی آدمای جالب و خوبیه، مخصوصا با غریبه‌ها. فکر کنم مثلا کسی سوال میکنه از من، پیشنهاد میکنه شرق گیلان کجا زندگی کنیم، من لنگرود رو پیشنهاد میدم. امکانات شهرش کم هست، به هر حال شهرهای دور از استان، تو همه استان اینجوریه، حالا تو جنوب واقعا شدیدتره. امکانات شما به نسبت رشت کمه، ولی واقعا مردم دوست داشتنی داره. قیمتاش هم مناسب تره به نسبت لایجان. ملک و مسکن و وسیله خورد و خوراک مناسب تره. لایجان گرون. این سمت راست ما رو که الان دیدین یعنی بسته است، کلوچه جوادیانه. و اولین کلوچه، حالا رو همشون می نویسن، واقعا
واقعا کلوچه‌اش خوشمزه است. کلوچه جوادیان. می‌خواستین سوغاتی واسه کسی بخرین از شرق گیلان حتما این جوادیان رو در نظر داشته باشین. بهتون کلوچه روز میده. یعنی کلوچه روزشو بخورین عاشقش میشین. خیلی خوشمزه است. با این کلوچه‌ای که تو مغازه میخرین، همین کلوچه البته که مثلا یه هفته 2 هفته گذشته اصلا مزهش قابل مقایسه نیست، اینقدر این خوشمزه است. سوغاتی در نظر داشته باشه. لنگرود جای دیدنیش که اول هر کی میپرسه میگه پل خشتی. پل خشتی هم تو مرکز شهره. بازاری که میخوایم بریم، حالا ولاگشو جدا میذارم، شنبه بازاره، خانم محلی ها میان مثل میوه و تربار و بازار ماهی فروشان کنارشه، پل خشتی. و جای دیگه لیلاکوه. لیلاکو الان مسیرشو بهتون میگم، دورم قراره بزنیم. لیلاکوه که تا یه جایش ماشین میره، بقیش پیاده روه، باغ چای دیگه. پارک فجر الان از کنارش رد میشه دیگه. بازارچه بانوان ملات براتون بلاگشو گذاشتم. بستل طلبکار آمد. و بازارچه بانوان ملات معمولا اسرا هستن، 4 به بعد میان. خانم ها هستن اونجا، کاکا، جغول بغول، جام وابشگاه، چای، آش، املت، نیمرو، همه چی دارن. صنایع دستی هم میفروشن، بیشتر خورد و خوراکه. ساحل چمخاله هستش. این میدون به میدون فرمانداری سابق معروفه، فکر کنم اسم جدیدش معلم بود بشه. بله اسم معلم. فرمانداری سابق قبلا اینجا بود، مثلا به میدون فرمانداری معروفه. یعنی آدرس بدم میگم میدون فرمانداری، منظورشون همین. دست راست میره به لیلاکو، دست چپ میره داخل شهر، مستقیم هم کربندی داخل شهرشه. دانشگاه ما سمت راست، 4 سال دانشجو اینجا بودم. واقعا این دانشگاه آزادم پیام نورم، الان سمت راست ما همین سر میدون پیام نوره، پیام نور لنگرود همینجاست. بعد جاهای دیدنیش دیگه ساحل چمخاله هستش، چافه، روستای اتاقور کمبله، بعد بلوردکانه. قبلا به لاتلی بلوردکان بلاگشون رو گذاشتم براتون تو پلیلیست شهر لنگرود، همشون رو میذارم دیگه. جاهای دیدنیش آب چالاکیه. آب چالاکی همون نزدیک ملاته، کل میشه گفت بام لنگرودش. کل لنگرود اونجا کافه های قشنگی داره، کافه رستوران هم. استخر کملم هست، ولاگشو گذاشتم. یه استخر چیز دوربای صندلی اینو همه چی هست. تابستونا بهار و تابستون گفتم هوا تا اول پاییز هم باشه نیلوفر آبی میزنه. این پارک فجر هم نیلوفر آبی داره. واسه عکس گرفتم، واقعا همین فصلی که گفتم واقعا قشنگ. دیدنش زیاده دیگه. واقعا پروژه سورت ریلی هم بود که متاسفانه به خاطر مشکلات مالی چیز صاحب پروژه کنسل شد، ولی حیف واقعا. چند سالی میخواست افتتاح شه. مردم این شهر واقعا میگم دوست داشتنی هن. واقعا مردم مهربون دارن. یه بار قدم بزنید تو شهر متوجه میشه. این میدونی که الان جلومونه بهش میگن میدون فجر. پارک فجر سمت راست توه، سمت چپ بازم راه داره به داخل شهر میره. مستقیم هم که داریم میریم، حالا میریم دور میزنیم برمیگردیم به سمت کمبله، اتاقور، شلمان، رودسر، دست راستمون. یه امامزاده ای داره، بکنم قاسد محمد بهش میگن، سفید آستانه معروفه.
وسط بولواره. لنگرودو بهش خیلی اعتقاد دارم. این سمت راست ما الان به پارک فجر انتهاش راه داره. یه دونه چیز داره دریاچه مانند انتهاش سایت رصد پرندگانه. مثلا پرنده‌های مهاجر میان اونجا دوربین میذارن. جمعه دیدم اون آقای هست دوربینو بذاره شما استفاده کنید. روزای دیگه رو من ندیدم. خیلی جالبه. پرنده‌های عجیبی میان. این سمت راست ما که الان به جواردی پیچید اینور به سمت مسکن مهر و همین چیز پارک فجر راه داره. بزن بپیش دیگه، نگاه نکن ماشین میاد. عصای حضرت موسی. خداییش باید خیلی مراقب باشید. من میگم غر میزنم ولی چهار تا چشممون چیزه باز میزنم به ما. یادم نیست. الان جلوی ما این میدونه. این میدون دست راستش میره به کومله و تاغبر و بلوردکان به عملش هم راه داره. مستقیم هم که میره به سمت رودسر و شلمان و شرق گیلان. میدان القدیر. این سمت جلوتر اسمش محلش دریاسره. البته مکانیکی ها لوازم یدکی ها اینا همه تو همین دریاسرن. چیزای دست دو وسایل ماشین چی میگه اصطلاح خاصی داره. همه تو همین دریاسر و اینا. برمیگردیم بریم داخل شهر. لنگرودی برخلاف لایجانیا اهل راهنما زدن هست. پلاکاشون غریبه ولی اونا دیدم راهنما میزنن. لایجانیا کلان راهنما نمیزنن. چه فوشه اونجا. ما لایجان اونجا هم هستن. لایجان 15 همین الان تعریف کرد. سوقاتی لنگرود کلوچه فومنه کلوچه جوادیانه که گفتم مرکبات ماهی نون برنجیه. خاصش حضور ذهن ندارم. دقیقا بهتون بگم برنج و ماهی و هندوانه. مثلا فصل هندوانه میشه. هندوانه چاپ واقعا معروفه. میدان بارش ولاگشو گذاشتم براتون. هندونه شیرین اصل بگم حالا شاید اغراق ولی واقعا شیرینه.
میدون القدیر که بود تا بالا اومدیم. از سمت راست 2-3 جا راه داره به ساحل چمخاله. ساحل چمخاله یکی از زیباترین ساحل‌های گیلان است، معروفه. تو فیلم هم الان فکر کنم فیلم چیزو داره میده، فیلم سوجان داره میده، تو فیلمش به نام تشکر اینا میگن دلم برای چمخاله تنگ شده. این ساحلش واقعا قشنگ ماسه‌ایه، بیشتر میرسیدن قشنگ. تر دریام داره به تابستونا دیگه، سرده که شنا نمیکنه. از 2-3 جا راه داره به ساحل چمخاله. خواستیم برین میتونین مثلا قبل شهر چمخاله بزن، انزلی برین، کیاشهر، همونطور یکی دست راستتونه، دست راست راه داره به چمخاله. تابلوشو ندیدم ولی گوگل بزنین، مپ بزنین هم میاد. این میدون اسمش میدون امام حسین. معدن مبلمان هم همون میدون فجر، اونجا معدن مبلمانه. معمولا خواستیم ما خودمون شرق گیلان مبلمان بگیریم میایم اون سمتی، قیمتشون خیلی مناسب تره، معمولا تولیدی هم خودشون ارزون تر. چرا آهنگ محلی نمیذاری؟ به خودمون دوست داریم آهنگ محلی بذاریم، آهنگ شاد بذاریم، آهنگ قدیمی. من حتی الانم نمیتونم پلی کنم، کپی رایت. حالا بحث پولش نیست، میگم ویدیوهای رانندگی معمولا ویو زیاد نمیخوره، مهم هم نیست. اگه شما خوشتون بیاد، شما کیف کنین با آهنگ محلی، ما هم لذت میبریم، ولی کانالو میبنده. ممکنه چند تا 10 تا استرایک بیشتر 10 تا کپی رایت بیشتر بخوری و کانالو ببنده. مثلا بگه تو داری با کپی رایت داری چیز میگیری، بازدید میگیری، محتوا مزخرفه. حالا بیا ثابت کنیم این کانال چی بود و نمیدونم چی داریم کلی محتوا میکنیم اینا. شما صدای ما خوشتون نمیاد، آهنگ دوست دارین آهنگ محلی پلی کنیم، ویدیو رو ببینید. دست ما بسته است به خدا، وگرنه ما هم دوست داریم. ما خودمون از آرشیو آهنگ قدیمی، من خودم آهنگ قدیمی گوش میدم، جدید گوش نمیدم. به هر حال کاری که دست ما برمیاد. الان داریم میریم به سمت داخل شهر. اینجا میدون فکر کنم ابریشم اسمشون. لنگرود یه خاصیت داره، میدونایی داره که اصلا نمیدونم واسه چی میدون دادن، مثلا این جای میدون نیست، چیز زندان اینجاست و با این اداره مربوط به این کرم ابریشم اسم خاصی اونم داره، کجبافی بهش میگن. الان سمت چپ ما شهرداری لنگروده، سمت راست بیمارستان مرحوم امینی بوده که الان جمع شده، رفته تو کمربندی به عنوان به نام بیمارستان شهید حسین پور افتتاح شده. دوباره بیمارستان جمع شده. بیمارستانش امکاناتش بد نبود ولی جاش خیلی بد بود، یعنی واقعا ترافیک میخوره، اینجا شلوغ میشه، ساعت ملاقات و آمبولانس خواست بیاد، اینا واقعا خیلی جاش مناسب نبود. خدا بیامرز مرحوم امینی اینجا زمین رو این بیمارستان دست راستی، دست چپ سینما بود. ساختمونش فکر کنم سال 90 فکر کنم چیزش فوت شد، سینمای جمع شد، اون ساختمون بالاش داره سینما، تنها سینمای لنگرود بود که جمع شد. خدا بیامرز، یه پیرمردی بود، خیلی آدم مهربونی هم بود. الان ما داریم به مرکز شهر، اسمش میدان امام باید بشه مرکز شهرش.
این دست راست ما بهش میگن سرای چمخاله، معروف به سرای چمخاله. یه فیلم هم از اونجا میگیره. فعلا بریم سرای چمخاله معروف. شهر اینجا هم ظرفیت ماشین دیگه نداره بیشتر از این، همینش هم نداره. شما مثلا سر صبح ساعت 9:30 شما برو بیا اینجا اصلا افتضاح، نه جا پارک پیدا میشه، مثلا میتونی راه بدی، واقعا افتضاح. جادهش تنگه، ماشینا زیادن، هر کسی مدت کرده با ماشین میاد. این سمت چپ ما الان دقیقاً یه کلوچه یه چیز پیراشکی داغ میده با بستنی های میرزایی، خیلی قدیمیه. تو یکم پایین‌تر بود ما دانشجو بودیم، الان اومده بالاتر. میرزایی توصیه میکنم هم اومدین حتما این پیراشکی و بستنی، پیراشکی داغ و بستنی، یعنی جلوتون پیراشکی رو درست میکنه، خیلی خوشمزه است، واقعا عالیه. کام تو ولاگم هم هست. آره تو ولاگم از لنگرود هر موقع میام ولاگ میگیرم حتما باید بیام یه سر. اینم میدون اصلی شهره، روبروی ما پل خشتیه، حالا خوب معلوم نیست، یکم با این میسم تا ببینیم دقیقا اون لنگره کجاست. دقیقا پشت همونه. سمت راست ما بازار ماهی فروشان بود. این بازار پل خشتی و اینا میگن، همشون همین اطراف. جاده لیلاکو دانشگاهمون هم بهتون نشون بدم. میبینید جا پارک پیدا نمیبینید که دالا پارک کنید. سمت چپ ما کتابخانه عمومیه، این کنارش خوابگاه دانشگاه ما بود، یادش بخیر. یه سال آخر اومدیم اینجا ولی دانشگاه آزاد بود، ساختمونش جابجا شد، بردنش جاده لیلاکو و اینجا رو دانشگاه داد به علوم پزشکی. سمت چپ لنگرود خاطر زیاد داره. روبروی ما بازم میدون فرمانداری، همون میدون معلم که گفتم. دست راستمون الان میره به لاهیجان، مستقیم میره به لیلاکو. سمت چپ هم همون کمربندی داخل شهر که ما گفتیم. جاده لیلاکوه. قدیم اینجا جاده لیلاکو به قلیون سراش معروف بود، یعنی واقعا تعدادش زیاد بود. الان من نمیدونم، خیلی وقت دقت نکردم. دانشجو بودیم و بچه‌ها می اومدیم، مثلا شهرت چی مثلا ما میگفتیم ما دانشجو لنگرودیم، همون لیلاکو و قلیون سرا قیمتاش خیلی مناسب بود. فکر کنم 1000 تومان هم چیزی بود سال 89 90. 1000 تومان میدادی برای من قلیون نمیکشم، حساب نمیکردم. 1000 تومان. این سمت چپمون میره به بیمارستان شهید حسین پور. این سمت چپ ما مصلا و جمعه بازار. جمعه بازار ولاگشو گذاشتم، بهش میگم پارک بازار. جمعه بازار خیلی بزرگیه، ولاگش تو کانال هست، تو پلیلیست لنگرود هست، تو میتونید نگاه کنید.
داشتم میگفتم 1200 تومن میدادی مثلا برات هی زغال میزدن، هی نمیدونم چای میآوردن، اینقدر میآوردن تو خودت خسته شی دیگه، حالت از زغال و چای به هم بخوره ول کنی. اگر مثلا اینجوری نبود یه بار شارژ کنه پول بگیره. تا میتونستن برات شارژش میکنن. بعد میفهمیدن دانشجویی یا مثلا خیلی بال رفتار میکردن. این واقعا میگم یه شهر خیلی باحالیه اینجا، مردمش واقعا دوست داشتنی هست. سمت راستمون هم یه کاروانی دیگه هست که به اون میدون شهید املاکی میرسه. قبلا این کمربندی و اون بیمارستان حسین پور باعث بشه مثلا شهر رو دور بزنن دیگه. اون کمربندی اصلی چیز شد، جایی خورده کاربردش از دست داد. نوشته به منطقه گردشگری لیلاکو خوشم. اون بر پل دست راست دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی شرق گیلان سراسری هم هست. این مال علوم پزشکیه. بغل قدیر هم هست. ما بودیم قدیر هم افتتاح شد. نوشته ما دانشکدهمون اینجا بود. من نوشتم رادیولوژی، کارشناس رادیولوژی هم 4 سال اینجا افتخار داشتم در خدمت لنگرودیا باشم. واقعا من این شهر دوست دارم. قیلونسرا کافه هاشون فکرم تابلوشون بشه خوند. کافه کبابیه، چون همه قیلونسرا چیزاشون معلومه، اینا همشون قیلونسرا بودن. جلو زردم، بهار میشه سبز میشن، بوتهای چای، خیلی بوتهای چای داره. منظره لنگرود خیلی قشنگه. ما صبح با بچه ها میومدیم و خوابگاه بودیم جو قدم میزدیم. ماشین که نداشتیم، جو خطی میگرفتیم. دست چپ ما این دست مستقیم که میره لیلاکو. کارخونه چای میبینم شیشه‌اش هم شکسته، اسمش نمیدونم. دست چپ ما میخوره به قمله پرشگو. آقا با پرتقال وایساده. اینا پرتقالای پرشگو ان، پرتقالاش معروفن. اینا نوشته قمله، تابلوشو بکنم الان ببینید. قمله این بازارچه بانوان ملات که گفتم همین دست راستتونه. آب چالکی جای دیدنی اگه اومدین لنگرود نزدیکه، نزدیک 500 متر 1 کیلومتر هم نمیشه. مستقیما برسیم میشه به کومله. اما استخر داره، دوشنبه ها بازاره، بلاگ بازارش هم گذاشتم. میخوره به اتاقبر و بلوردکان و اینا. دریاچه از کنار دست راستمونه دید. روش میبینم نیلوفرای آبی هست که برگش هست، گلش نیست، فصل سرد. لنگرودیا رو شهرشون خیلی تعصب دارن، واقعا حس میکنی یه ارق خاصی به شهرشون دارن. مثال میگم شما مثلا علیکی مثلا با شوخی بهشون بگیم مثلا لنگرود چی داره، این جبهه خاصی میگیرن. مثلا شاید رشتی ها اینجور نباشن، مثلا ندیدم مثلا بقیه شهرها اینجور هستن ولی اینجور مثلا جبهه بگیرن. چیزی یادم رفت بگم، این میدون فرمانداری
قبلا این کمربندی افتتاح نشده بود، دو تا جیگرکی داره، اسمشون برادران معصومی بود. این دست راستمون دانشگاه آزاد لنگرود نوشته روش، قائد لنگرود. این ساختمونش همون منتقل شد، خوابگاه رو دادم به ما، ساختمون شد خوابگاه. برادران معصومی اونجا جیگرکی بود، مثلا غروب میشد، شب نصف شب میشد، تمام اون فرمانداری همه رو دود کباب گرفته بود، جیگر. مثلا راننده کامیونا، خطی‌ها، مسافرها، هر کی میخواد چی بکنه از تهران بیاد اینا اونجا وای میسادن میشستن جیگر میخوردن. اون قیمتش خیلی مناسب بود، الان واقعا گرون شده، اون آدم حس میکنه. مثلا 2 تا سیخ میری جیگر میخوری با چی نزدیک 200-300 تومن پولش میشه. این خانواده بخوام بیان، نمیگم نمیخورن، کمتر، مثلا ده 2-3 هزار تومن میشد، 1500. مثلا هر کی تعریف کنم خندش میگیره. مثلا ما عصرونه میخوردیم، یه بربری و 2 تا تخم مرغ سال 89 90 میشه 500 تومن. الان مثلا تخم مرغ دونه 5000 تومنه، بربری فکر کنم 3-4 هزار تومنه. مثلا همون نزدیک 20 تومن پولش یه تخم مرغ بخوای بخوری، یه بربریش نزدیک 20 تومن پولش میشه. حالا میریم سمت این کمربندی داخل شهر. گفتیم دست راست ما الان بیمارستان شهید حسین پوره. اینا هم کارمندای بیمارستانن یا حال اومدن ملاقات. همین اینجاش هم مثلا چیزی فکر می‌کنم مثلا این حجم میومد تو بیمارستان امینی مثلا در روز اونجا دیدین که چی رو قفله، تو هم رو قفله. اینا این حجم هم بهم اضافه میشد. شرق گیلان تقریبا جمعه بازار دیگه نداره، غربش هم نداره. تو غرب هم جمعه بازار نداریم، من نرفتم. جمعه بازار گیلان فقط فکر کنم لنگروده. یه جمعه بازار هست اسمش جمعه بازاره، ولی تو لمشهر جمعه بازار نیست، به خاطر اون نماز جمعه گرفتن بردنش پنجشنبه بازار کردن. واسه همین این جمعه مثلا جمعه بازار صبح شاید خلوت بشه، معمولا کاسباش هم کم میاد. جمعه واقعا شلوغه، یه جو تفریح دیگه. مثلا با خانواده میان قدم میزنن خرید میکنن. اینجا مثلا فلافل و چنگول بلاگش هست تو کانال، میان چیز میکنن، خوراکی هم میخورن. خلاصه 2-3 ساعتی هم وقت بگذره، چون زمستون سرد از جایی نمیشه. این میدون بهش میگن میدون لک لک، اسمش روش نوشته میدون طبیعت، ولی بهش میگن لک لک یا لنگرود. دست چپ میخوره به میدون فجر، هم پارک فجر، دست راست هم میخوره به مسکن مهر. این طالابی یادم رفت چی بود، حاجی فکر کنم داشت. بریم شاید تابلو نوشته براتون بخونمش. این هم سایت پرندگان، اینا گفتم. می بولوار رو دور میزنیم میبینیم این آقای با دوربین اونجا وایساده، مثلا اجازه میده شما پرنده ها رو ببینید. جمعه ها هستش حتما، من روزهای دیگه ندیدم. این روبروتون مسکن مهر لنگروده. این داشت میگه این پارک فجر واسه پیاده روی میاد. الان شما دور بزنید بولوار رو میبینید. خانمای محسن، جوانایی که دیگه وقتشو دارن نه حالشو دارن میان ورزش کنن، سنشون بالای میان پیاده روی. اینجا بولوار رو دور میزنید. اینجا صندلی داره برای نشستن. اون پرنده ها رو هم فکر کنم مشخصه، این کاکاییه. سری پرنده های نادر هم میان اینجا این تالاب. چیچیکلای
کلایه بود، امیر کلایه فکر کنم. کیا کلایه کلایه داره. این هم سایت پرندهش بود، سمت راست کنم. این سمت راستمون هم الان زمین فوتبال بچه هاست، چند مصنوعیه. دست راستمون کلا پارک فجره. ولاگ پارک فجر هم براتون گذاشتم قبلا تو کانال. این پارک واقعا قشنگیه. این شهر بازی کوچیکم داشت، فکر نکنم فعال بشه. ما دانشجو بودیم فعال بود، میشه غروب آمد کم بود ولی باز مثلا نعمت. این هم مزار شهدای گمنام. دقیقا روبروی ما اون ور این لکلکی که میبینی دقیقا اون پارک جمعه بازاره. این تمام اینجا همه پر ماشینه. حالا این سایت چی رو دیدین؟ سایت پرنده ها رو. سایت پرنده ها تو اون وتر هم باید پارک کنید چون جا پارک نیست. اینجا همه پره خاطر شلوغی بازار. میگم تنها بازار جمعه هست واسه همین شلوغ. سمت چپ ما الان مثلا دادگستری با فرمانداری اومده اینجا. قبلا اونجا بود که بهش میدون فرمانداری معروف. چیزم معروفه لنگ رود، زغالخته اسم خاصی بهش میگن، اسکموی اخته همچی چیزی، یه چیز دیگه بهش میگن. فالوده بهش میگم، فالوده اخته ای که بهش میگم منظورش همون اسکموی اخته است. تو لنگرود معروفه. چیز هم معروفه اینجا ماست یخی. تو ولاگ جان بازار هم گذاشتم. ماست چکیده محلی یخ میزنه با دلار میخوره. الان هم میریم جاده چمخاله رو و دیگه اینم که میدون فجر. یه دوستی کامنت گذاشته بود که لنگرود رستوران معروف نداره. منم چیزی یادم نمیاد بگم توصیه کنم مثلا خواستیم بیاین. اما کتلت های لنگرود، کتلتاش واقعا خوشمزه است. کتلت بهتون میدن بربری لایجان میدن. اینجا من بربری ندیدم. این باگت های قدیمی اسمش بولکی بگن، نمیدونم چی میگن. خیلی کتلتاش خوشمزه است. یعنی مثلا ما اونجا دانشجو بودیم میریم کتلت می‌خوردیم. کتلتاش از دست ندید. کردیم لنگرودی اکثرا راهنما میزنن، خیلی جالبه برام. مثلا لایجان با لنگرود نزدیک 5 کیلومتر اختلاف داره. چرا راهنما میزنن؟ چرا که نه، حالا وظیفه شونه ولی کلا میگم چرا اونجا راهنما نمیزنن اینجا میزنن. این میدونه نمیدونستش میدون مادر بود، پرستار. خوابگاه ما دقیقا دست چپ بود. ساختمان مسکونی گرفته بودن دقیقا نزدیک این شهرداریه. این سمت چپ ما شهرداریه، گفت شهرداری لنگرود دقیقا کنار شهرداری بود. ما هر روز میرفتیم داخل شهر دور میزدیم. شهرش کوچیک است ولی واقعا مردمش بزرگه. واقعا میگم من که اینجا همش خاطرات خوب دارم.
ساعت 9:47 دقیقه است. این شهر زود تعطیل میشه. این ساعت 8 غروب زمستونا 8 غروب کلا لنگرود تعطیله. سری تخم فروشی همجایی تخم داغ داره سر نبش بود بکنم باشه غروبا میرم مثلا بازن اکثر مغازات تعطیل. شهر کوچیک همینجوریه، مشتری نیست، هوا سرد میشه میرم پیش خانواده‌شون. من خودم بیشتر همینجوری میپسندم. کار میکنیم پیش خانواده‌ش باشه. روز که بچه تا نمیبینی، شب هم که نبینی هیچ باز چه زندگی. خب زندگی یه جور شده همه دارم میدونم. این گفتم این سرای چمخاله اسمشه. این جاده مستقیم میخوره به چمخاله. جا پارک اینجا موزله. همه شهر همجوری، این ماشین همجوری. ما چی کنیم معمولا با ماشین داخلشن نمیم. ارزش نره دنبال جا پارک بگرد ماشین تا بزنن جریمه بشی. اما اسنپ الان تو همین شهر فکر کنم دورترین نقطه ببره 40,000 تومنه. شهر کوچیک تاکسی خورم از من خطی دارن اینا از قدم میشه زد همش که نبود با ماشین من خورده واسه سلامتی راهنما میزنن ولی درسته یهو میزنن ولاگو ما تمومش میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تقدیمش میکنیم به لنگرودیایی که دور از وطنن، دوستشون داریم.